نداره، یعنی کارپرست است یا اینکه هندو است یا بگوییم کمونیست است، آیا به آنها لغتا اسم مسلمان استفاده کرده می شود یا نه؟ ببینین برادر گرامی، یکمش این که هر کسی که کفر به طاغوت ندارد کافر است و هر کسی که بودیست است یا اینکه اتیست است، کسی که نباشد کافر است. آیا ما می توانیم که وصف، یعنی که اسم مسلمان وصف نمیگیم که مسلمان حقیقی باشد، بلکه وصف به مسلمان کنه می شود یا اینکه نه؟ دلیل بیاین نظر میکنیم امام ابن جریر طبری، کسانی که کافر بودند، کسانی که کافر بودند یعنی که پیامبران خود را قبول داشتند و به دیگه پیامبران کافر شده بودند. ابن جریر طبری در زیر سوره نساء آیه 136 که الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الذين امنوا امنوا بالله وبرسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، در زیر همین آیه ببینید ابن جریر طبری چی میفرماید: فان قيل قائل وجه دعاء هؤلاء الى الايمان بالله ورسوله وكتابه وقد سماهم مؤمنین. ببینید ابن جریر طبری در زیر این آیه میفرماید وجه دلالتی این آیه چگونه است که الله تعالی آنها را به وصف مسلمان خطاب کرد،